هنرستان فنی امام رضا واقع در فاز یک شهر صدرا، یکی از بهترین فضاها برای آموزش دروس معماری داخلی، ساختمان و کامپیوتر، با فضاهای بزرگ و امکانات مجهز زیر نظر استادان با تجربه. در هنرستان امام رضا برای هر کدام از رشته‌ها فضایی به خصوص تدارک دیده شده تا هنرآموز بتواند به بهترین شکل فن رشته خود را بیاموزد. سه رشته این هنرستان: رشته معماری داخلی که زیر مجموعه رشته هنر بوده که عمده فعالیت آن در مورد طراحی ساختمانسازی می باشد، از رشته‌های مربوط به ساختمان است که تزیینات داخلی کلیه فضاهای مسکونی، تجاری و اداری می پردازد. هنرجویان این رشته با طراحی اجزای درونی تزیینات ساختمان از جمله تزیینات چوبی، پارچه‌ای، سنگی، سرامیکی برای استفاده در مبلمان‌سازی، کابینت سازی، انواع کمد و قفسه چوبی، انواع کفسازی ها و طراحی فضاهای مسکونی و تجاری را فراهم و یادگیری می‌کنند. رشته ساختمان که هنرجویان این رشته با مباحثی در مورد نقشه‌خوانی، نقشه‌کشی، نقشه برداری، گود برداری، اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی و بتونی، مسائل بنایی، انواع دیوارها و سقف‌ها و مسائل استاندارد و مسائل نوین و متر و برآورد مسائل ساختمانی و نرم افزارهای مهندسی اتوکد و رویت که در حوزه ساختمان بسیار کاربرد دارد و همچنین محاسبات و طراحی یک سازه و تحمل بارهای وارد بر آن را انجام می‌دهد. رشته شبکه و نرم افزار: هنرجویان این رشته عمدتاً با مباحث تولید محتوا و برنامه‌نویسی مقدماتی و پیشرفته، طراحی وب و مباحث شبکه و دوربین‌های مداربسته آشنا خواهند شد. هنرجویان با توجه به مباحثی که در این 3 سال یاد می‌گیرند، در آینده می‌توانند در یکی از مباحث گفته شده در دانشگاه ادامه تحصیل دهند و به صورت تخصصی در بازار کار مشغول به کار شوند. در هنرستان امام رضا فضاهای مختلف واسه آموزش وجود دارد، از جمله کارگاه ساختمان، کارگاه چوب، کارگاه نقشه‌کشی، کلاس هوشمند و کلاس کامپیوتر که هر کدام به صورت مجهز برای آموزش در اختیار دانش آموزان و هنرآموزها هستند. در این هنرستان علاوه بر بحث فنی به بحث فرهنگی و علمی توجه بسیاری می شود که حتی این هنر و فرهنگ در نمای مدرسه هم نقش بسته است. این هنرستان به نوعی است که خود هنرآموزان در ساخت و طراحی و زیبایی این مدرسه نقش دارند، از جمله طراحی راهروها، رنگامیزی کلاس‌ها، تعمیرات میز و صندلی و کلی چیزهای دیگر که به رشته آنها مربوط می باشد. این هنرستان به لطف خیرین حاج مرتضی و حاج محسن توحیدیان در سال 1390 تأسیس شده و هر سال به پیشرفت و گسترش علم برای هنرآموزان مشغول می باشد. اگر برای یادگیری علم و حرفه همراه با استادان و فضای خوب علاقه‌مند هستید، هنرستان امام رضا بهترین جا برای پیشرفت شماست.